تحویز سرپیکنیک اونجوری از اونجاش میگیریم. ببین بعد از یک کوچولو فشار بدیم میفته. ببین یه لحظه حل ریت توش. این که خراب شده بود زاد شد الان اون افتاد. این خیلی کثیفه میبینید. ببین انقدر روش زغال پخته ها شبیه گوه شده. خب دستم کاغذ یه بده. اونو میذاری اونور. نه اونو نمیذاری اونور. نمیشه که بذاری اون سرش الان سرش هم نشون بده دو تاشو. ببین بزرگ کوچیکاشو نگاه کن. ببین اون سر بزرگه نمیشه به اینجا. اینجاش چی میگم بهش فراماغش به اینجاش میخوره. الان سرشونو عوض میکنیم. اینجا میام تمیز میکنیم. تمیز میکنیم. سطل اشغالیمونم. سطل اشغالیمون خیلی تمیزه. سطل اشغالیه سلطان. این دستمال زادویی ها با دستمال زادویی باید تمیز. بله سلطان بله. نه به هیچ وجه تمیز نمیشه. دستمالمون هم خیلی تمیزه. دستمال ما مثل درخت آلبالو گم شده. الان کدوم سر رو به کدوم زا می‌وصلیم؟ استادش کو؟ اون چیزش اونوره. دنبالی میگشتیم. نگاه کن. این خیلی زاده. اون یکی من ریدم توش اینجاشو ماسمالی کردم. اینم من میخوام چیش کنم. اینم که میخواد این برینه توش. ببینیم ناغری yok. بله واشرش موند بیرون. واشرش رو درست میکنم. اصلا واشر لازم نداره داداش. ما خودمون واشر بدون واشر پلاستیکی میذاریم. الان نگاه کن کیف کن. الان شما نگاه کنیم پیشینیش. آها خب اینا چون کثیف شده بود خب ما اینو میندازیم. دقت کنین. اینو میبندیم بذارش تمیزه. وصل شد. هنوز نه ها. هنوز نه. اون الان صفر کارش مونده. صفر کارش ببینین. آها اینه اینجا میگیری محکم. از اونجا محکم میگیری. از اونجا محکم میکنیش. اینطوری که محکم زد شد نگاه کن. محکم بسته شد. این واشر رو میبینی؟ باغلاmak میکنی. اول واشر رو بذار. اول میایم اینم نه اون کوچولوی بود اونجا ها. همون دنبال اضافه می‌کردم. از اونجاش در اومده باغ. این جای چیزشه. آها اینجاشو تمیز ذات میکنیم. واشر رو میندازیم سر جاش. اول باید تمیز بشه بعد ما میتونستیم قبل از اینکه بندازیم جاش ذات کنیم بعد واشر رو بندازیم شی کنیم. الان نشد. نه دارم ذات میکنیم. تمیز میکنیم. نگاه کن. بله آها نگاه کن. گزینه بعد ساله داره. نه دیگه واسه آرام. آها ببین اون واشری که بگاه رفته رو دوباره میذاریم اونجا. ما هر چی که بگاه بره رو خب اینجا استفاده میکنیم. هر چقدر بگاه بره خودکفا شدیم. آره ما خوش به حالت که بار رسیدی. بالاخره اون از اونجا میبریم. دیدی تو خیلی بزرگ بود باید کوچیکش میکردی. احسن خدا وکیلی. اصلا اشکال نداره. فکر کردین گاز میده چسب سوت بریزین. نمیدونم خوبه چسب سوت زاده خیلی سوته. الان نرفت که توش. نه الان میره. ایستر کن. نه میره. واسه آرام باید جا کنیم. یاغ گتریم؟ نه یاغ نمی. یاغ بخواد شی میشه. نگاه کن. به نشون بده به کار برامون. کار برای عزیز. نگاه این ورش جا خود. بیان رفت تو. الان این ورشو میخوایم. نگاه کن این قسمتی که نشون میدن. آره ساله دایی. نه نگاه کن که وقت که دیگه اینترنت isteyecek bunun koyan dora. نره. ازا همه بدونن که چجوری ذات شد. تست سال نه Allah'ım oğlum. Gitmek ya. Güzel. Süleyman olsaydı yaşamını Türk'ün mesela sokabilirdi. Sokmakta ağladı. الان سونun خراب بودا. نه خراب نیست این. اورا girmir. این خراب نیست. این واشر مال سر بزرگه بود. سر بزرگ. سر پیکنیک‌ها یه سریشون بزرگن. یه سریاشون اینو میگه باخ اینجاش بزرگه. ببین اینجا که میذاری ya oynamak میکنه. الان da gördüğü inciri میشه. نگاه کن کیف کن. Salktar da ne dayı? Girme Süleyman iste. Girer dayı.
Baba girər, da bəsdir. Bura bağlayanda yeri olacaq. Gəl bura, gəl bura. Dəstləri nətəm kördik. Gəl. الان میبینی اون سماور اونجا قایnamaq میکنه ها الان یه ذره نشون بده اون قطرش میفته زمین یخ میزنه اینا اومدن بستری میخوان قızdırmaq şərdən yəni در واقع الان اینو محکم بستم گفتم بذار اون واشر جای خودشو بگیره الان نگاه کن واشر بله جای خودشو گرفت اینجا نگاه کن hayda sal ora دقیقاً خب به کاربران نشون بده اینو کاربرای عزیز واشر جای خودشو گرفت حالا میبندیم سر جاش ببینین فقط خدا کنه منفجر نشه نه سلطان اینو حاجه درستش کرد باقا بگاز بله همینطوری که میبینین خدا وکیلی بگو دستتون درد نکن هر کدوم یه لایک بذارین ممنونتون میشم یه لایک بذارین دیده میشیم فروش دکمون میره بالا بله bilmeyen velen ince mafendekay darim ki این piknik piş ona hiç